روز 13 اپریل در تاجیکستان ماه شریف رمضان آغاز یافت. ماه رمضان بر اساس حساب‌های امسال 30 روز دوام می‌کند و عید فطر به این ترتیب غالباً 13 ماه تجلیل خواهد شد. با قرار شورای علمای مرکز اسلامی در طول ماه رمضان در نمازهای تراویح وابسته به امکانات باید ختم قرآن کریم در حدود یک پاره گذرانده شود. شورای علما امین طور صدقه فطر را طبق معیارهای شرعی با حساب نرخ گندم 6 سومانی به سر هر نفر و حساب زکات را موافق حساب شرعی 25,000 سومانی مقرر کرده است. مسلمانان واجب الزکات از 25,000 سومانی داراییشان باید 625 سومانی زکات بدهند. همین طور با قرار شورای علما فکیه صوم در ماه شریف رمضان سال 2021 برای صاحبان عذر شرعی و بیمارانی که از صحت‌یابی آنها امید نیست به مبلغ 360 سومانی برای 30 روز ماه رمضان مقرر کرده شده است. متاسفانه چون در سالهای قبلی رمضان امساله نیز به تاجیکستان همراه با موج نوبتی بالوروی نرخ‌ها آمد. از جمله نرخ 1 کیلو گوشت در بازارها تا به 65 سومانی و یک قوطی تخم تا 35 سومانی رسیده، نرخ بادرینگ تا 15 سومانی و پمیدور تا 20 سومانی بالا رفته است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیام شادباشیش به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان به این مسئله پرداخت و تاجران را از عاقبت‌های بالا بردن نرخ‌ها در این ماه شریف هشدار داد. موافق فرموده دین اسلام، لقمه حلال سبب نازل گشتن برکت خداوند به روزگار و خاندان می‌گردد. به خصوص ثروتمندان و تاجران اگر در راه ثواب کوشش نموده در خیر و سخاوت را باز کنند و مال و محصولات خود را با نرخ ارزانتر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند، به عوض این عمل نیک سزاوار اجر عظیم از طرف خداوند خواهند شد. در عکس حال به خاطر فایده بیشتر گرفتن ارزش مال را بلند برداشتن مخصوصا در ماه شریف رمضان گناهی است که در دین مبین اسلام محکوم کرده می شود. در این مورد پیامبر اسلام فرموده است اگر کسی در نرخ گذاری رزق و روزی مسلمانان دخالت نماید که سبب بالا رفتن قیمت آن شود، خداوند حتما فردای روز قیامت او را در آتش جهنم قرار خواهد داد.